یک دو دو. سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید با این ویدیو دیگه از چنل تریپل امیر. آقا تو این ویدیو قراره با هم بریم راجع به این دنبال این بگردیم. چرا چه خاموش شد؟ یا زدم اومد. بگم چرا قوام رو به فوته. آنجا دارم میبینم. اینجا رو داریم. نه سلام عمو، حالت چطوره؟ خوبی کوچولو کنار آتیش وایسی غذا می‌خوری؟ بیا غذا بهت بدم. غذا دوست داری؟ آره. کجا داری میری؟ وایس گیر کردی. بذار کمکت کنم کوچولو. برو نری ننت بیاری یا باباته. این چرا اینجوری نشستن؟ نماز جماعته به اقامت حاج آقا. برو اینجا در بری. کجا بری؟ منو با خودت ببر که غم دوریت نکرد. کجا میری؟ اسکلمون گردی این بغل بودیم که. فهمید کجا میری؟ گمت کنم بدبخت میشم. اوی من پیدا کردم. بریم. من داری میبری بیرون فکر کنم. انشالله که منو میاره بیرون. دست درد کنه. مرسی. وایس کوچولو وایس. ببین تو از این به بعد وقتی که میخوای بی اینجا راه بری دور بری، خب رو من حساب کن. من هر جوری بخوای میتونم کمکت کنم. این پستونکتم. یا خدا مرد؟ نه مرد. فکر کنم بهش زدم پرید اون پشته. بذاریم اون پشته. کجا را مرد فکر کنم. انشالله ننه باباشو نیاره. خب سلام به نمازگزاران عزیز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو از چنل تریپل امیر. خب همونجوری که میدونید طبق رسم رسومات همیشگیمون ما این نظریه‌ها رو بین جوانان محله پخش می‌کنیم. آقایون لطفاً این نظریه‌ها و نونایی که دارم می‌ذاریم وسط رو بدید بغلی. گدابازی در نیارید، لاشخوربازی در نیارید، به همه میرسه. تا بخواید هست. اون تیا علی پرچون بالا. حاج آقا شما خانواده و بچه و نوه و نتیجهشون دارین زیاد ببرید. خب ما چیکار کنیم؟ آقا همونجوری که می‌بینید تو این قسمت ما قرارش بلاک شماره 2 رو باید سلام علیک کنیم. بلاک شماره 2 یعنی چه شکلیه؟ خب اول از همه ما باید چیکار کنیم؟ اینجا باید بیایم بلاک شماره 1 رو بذاریم. یو بیا بریم این برا بکنیم دشت. بیا بریم بکنیم ما پرپش. اینجا میخونیم برا پریوش. نگو قصه درد کی هست؟ اینجا نیستی ما پر دشت. ما میخونیم برای پریوش. خب بس دیگه، اینا زیاد بداریم. 2 3 4 5 6 7 8 9 فکر نکنم 2 تا دیگه هم بذاریم. اینجا میخونیم ما میدونیم. خب اونجا که اینا رو میخوایم شماره 2 کنیم، پس با استفاده از این گان اینو برمی‌داریم میریم نزدیک این. تو چه آهنگی شد؟ یو یکی دیگه. یو خب خب حالا باید بریم این نمازگزاران عزیز رو یکار کنیم بیان دنبالمون. قبلی که بخوایم اونو بیان دنبالمون و پدرشون رو در بیاریم و به ما نمیخورن، اگر بخورن فیر میخورن. یک عدد ساختمون بسیار گنده. یا اول فصل کامپیوترم دووم بیار. دودارو رو نگاه، کامپیوترم فکر کنم داره پاره میشه. ته نگاه مه شد. خب نمازگزاران عزیز خیلی خوش اومدین. اقامه میگیم. نه وایس تفنگ زیباییمون رو در میاریم. این آقا به نظر من موش بزن به این بهتره که بعد همینو بهتره که بعد در بریم. نظرتون چیه؟ آقا موش بزنیم که خودمون میمیریم. پس ما با استفاده از همون گانه کوئی استفاده این یک بذارم. اون یکی کجاست؟ اینجاست. 1 2 1 2 یو علی داره میاد. به خدا چسبوندن در پشتم. یا علی بگو جون مادرت اینجا. اما سیب پا کن دوباره. برو بالا. چقدر هنگه. یا خدا هیچ وقت اینقدر هنگ نمی‌کرد. امینو بوده داره باش می‌زنن. جونمو سرویس کردید. بی شور عوضی. نتودا بال پیجینگ دارم شقتون می‌کنم. نه تو فکر نکنم بتونم. میتونید؟ دنگ بچه توی خونه دیدید که ما 1 رو علاوه 1 کردیم شد 2. جواب امروز ما شماره برو بالا شماره 2. خب
اینا چرا هنوز دارن میان آجی؟ چند نفرید؟ یا خدا بمیرید که صفتو. تو فنگرک بابا خدا چقدر دارم دمیجشون میکنم. یادشم برد کنیم که کله شد. خب وقتش این کوچولای ریزه رو نابود کنیم. جوجوها چیکارشون کنیم؟ بیان دنبال اون گانه بسیار زیبا و دوست داشتنی. اول بذار با قطار تست کنیم. نمیاد. با سنگ چی؟ واسه اون داره میاد یه تیکه سنگی. چرا گیر میکنه گوگلی مگولی. خب تفنگ بسیار زیبایی که همیشه جواب داده و هست. 1 2 فرار کنیم ولی چه متاسفانه من زیاد نمیتونم سرسره کنم بخاطر اینکه همسایه‌مون مهمون داد. میپریم اینجا، میپریم بالا. بیاید جلو. مادر نزایده که پدر زایده شده. معلومه این پدر زایده مادر نزایده. بیا جلو. زیر اینو سولاخ کردن. خب یعنی بریم روی این یه ضربه مون بزنن شتکمون بتک میشه. پس پا میسیم لبه رو میزنن یا نه؟ بزنید. بزنید مامادگیشو دارم. بزنید. یا علی برو برو. بچه به نظرتون دست این آدمکای عددی ها کشته بشیم یا اون آتش نشون گامبیا؟ دالی برو برو برو. دوباره میتونید من پرت کنید نوا؟ چون مادر من یکی کشتم وسطه. چون تو رو قرآن من نکشیدم. اوه اینجا رو نگاه کن. تر زدیم به مپ. سلام آقا یا آخر به دست اینا کشته شدی. لعنت به این زندگی. آجی اینا چقدر زیادن. ببخشید یا خدا صف رو به هم زدیم. هر کی تونست حاج آقا رو پیدا کنه. فکر کنم اونه. آقایون لطفاً صف رو نه این بود. شما گفتید. خب میریم اینجا یه دونه دیگه اضافه میکنیم. بچه‌ها چه برجکی به نظرتون بذاریم میتونن اون برجکه رو میتونن گنه یعنی نمیتونن بشکنن؟ فکر میکنم اینو نتونن بشکنن. بذار اینو بزنیم اینوری. خب اینوری بریم جلو میزنیم. درواشه کوچولوهای ریزه چه باشه اوره شو خودش همیشه تبول تو شوره. خب آقا اینو پرت کنیم اون تهیا میمونه. بعد این جلویا میمونن. پس شوری پرت کنیم یه چیزی که اون تهیا اون جلویا همشون با هم بیان. فکر کنم بریم چی داریم آقا. با استفاده از گانه‌ای که داریم میتونیم این موش پدستک رو پرت کنیم. چرا پدستک؟ چون خیلی فوش میده. بی شرفن 2 دقیقه واسین فوش میده. میتونیم با این گربه اینجوری تیر بزنیمشون. فکر کنم این ایده خوبیه. برو بریم. 1 2 3 بودا. فقط هدشات میکنیم. بودا بدبخت شدید. بود باش تیر بزنم برو بکشیم. بیا آقا شما مسیر رو یاد اینا بدید. برو جلو حاجی. خیلی زیادن اینا اصلا. برو برو بالا. نه یه تو بذارم برم بالا. آفرین کوچولوهای ریزه چه با شعوری. ماشاءالله خودتون نمیشه اینو مجسمه رو تاخ یه چا. بیاید بالا. برو بالا حاجی. نه این تو دکمه رو بزنم برگردیم پایین. برو بالا زیداری دکمه رو بزنم. حاجی وایسادیم. حاجی داریم بریم پایین. برو بالا حاجی دکمه پایینم نگه داشتم بیشونه. برو بالا بدبخت شدیم. من میندازم به عشق شما. حاجی فکر کنم از اینا رو همه رو داریم میکشیم. آره یکی دیگه میمیری. یکی دیگه یه RPG فکر کنم این میمیره. آره مرد. خب اونجا که این مرد ما دوباره میریم چیکار میکنیم؟ این آمبرا رو میذاریم. دوباره با هم ترکیب میکنیم و بسیار آدمای جدیدی تشکیل میدیم. خب واه چه موجی داره. خب آماده بچه ها؟ بله نه خدا نمیشم صداتونه. بله نه خدا.
اوه جون مادرت من نکشید. فرار کن. آی ام بسکتبالیستان. بسکتبالیستا وادا. چه کشید زیر گوشم. برو نزدیک بودم میرم. وای اینا رو نگاه. دارم از قرار میاد. برو بالا برو بالا برو بالا برو بالا. میریم این لبه وای میستیم. ایشکی. دهن پام سرویس شد. الان لبه وای میستم. یا علی. جوجو. وای صدای تبل تو خالی دادم. چی بود صدای؟ دین 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 دین. خب کوچولوهای ریزه چه با شعوره. صدای گیتارش بود خوردم بهش اومد. یالا احتمالا میره پیش اون نرفت. خب سنگین شدیم. دارم قرار بشم اونجایی که نفسم گرفت. اونجایی که توی چی واسه میگم سنگین شدیم دیگه نمیتونیم مثل سگ بودیم. پس باید خیلی مراد کنیم. اما یا من با شما نه کاری ندارم. اصلا تفنگ ندارم من که بخوام اینجوری تیر بزنم. هیچ کاری من با شما ندارم. آخ بخوام به اینا بزنم که اینا میخورن ضربه میخورن میان رد اون سلاحو میکنن. خب بعد یه فکر دیگه کنیم. با اینا بزنیم آتیش میگیره. پس بذار تست کنیم. آتیش بگیری. آتش نشانی. آتش گرفته. آخ جون آتش نشانی. نرو آتیش. اوی برو درستی حواسم نبود راه نمیتونم برم سنگین شدم. برو برو آمدم بالا. اینا رو برد میشم پایین. یکیشون اومد اون یکی میره بالا. اومد من همشون دارم میان. خب تفنگ زیبامون عوض میکنیم. گن میخوام بذارم تو خونه. بس کن بابا بس کن اصلا ندارم. اینا رو میشکنیم این بر میشکنیم اون بر میشکنیم بالا رو میشکنیم پایین میشکنیم. خب اینجا دست دراز رو ور میداریم. دست بلند اومد. الله اکبر. خب بریم جلو. یه لایک بهشون میدیم قربان شما. دست بلند رو برمی‌داریم. تفنگ بسیار زیبایی که اینا خیلی دوستشون دارن رو برمی‌داریم. اینا رو هنوز دارن میافتن پایین میان. ببینید که افتاد. اینا اومدن. بدبخت شدید برو. دارن میشکنن. جاده رو خراب کردن. جاده رو چرا میرید تو شما بسا. من اینجا دارم عبور میکنم. جون مادرتون نشکون رو فرود بیا. دارم میشکنن. این تفنگی قابلیت داره میتونی خود باش راه بری. الان این میمیرم. صدا تبل دادم. صدا پیت حلبی دادم. برید کوچولو ایریزه چه آهنگم داره میزنم. خب بریم اینجا میشه این آقای. خب نما کنین دوستان عزیز. بدن انسان چوری تشکیل میشه. یه پا داره انسان. بعد بسیار هم دنده داره. بعد این دنده ها رو که رد کنید 6 و 7 اینا بعد میرسه به دست و پا. اینجا آرنجتونه. اینم کله کوچولوتونه. کلهتون 2 تا سیم رد میشه که این سیما وصل میشه به کجا؟ به مغزتون. و مغزتون چیکار میکنه؟ اطلاعات رو پردازش میکنه. و بعد اینکه پردازش میکنه شما تصمیم میگیرید که از سمت چپ برانید یا از سمت راست برانید. اونجایی که تو جاده ها همیشه گفتن از سمت راست برانید بزنید میره زمین اون. پس باید از سمت راست برید. این سمت راست اینو رد میکنیم میرانید. خب اونجایی که حالا ریدیم اینجا اینا یه شلیک بهشون میکنیم. همینجوری به فکر نکنن خبریه. کله گنده شدن شاخ شدن سرنگ شدن. خب اینجا خب اونجایی که تیر در میکنیم به هیچ کی نمیخوره. عمو برقه میکشیم. سرم درد گرفت. بلند شید. وقتشه برید خونهاتون دیگه. خیلی خوردید خوابیدید. بیاد بیرون. برو خدا. سلام ممو. بیا بالا. بیا جوجه. بیا میترسی بیای بالا؟ میترسید؟ وایسادی دوباره که میترسی بیای بالا؟ بترسی دیگه بیشو. چه نمیترسه؟ پرچه پایین. پرچه پایین. بیا جلو. میترسی؟ آره تو ونگی دارم یا میدم جو ماجی. سلام. بیا عروسکی تو میخوای؟ بیا عروسکی تو میخوای؟ عروسکی بنزم اینجا. عروسکی اونجاست. اونه ره نه تو بیشو. میگم فرق سر. عددا کجا؟ عددا اونجا. خدا داره. یه پرش.
توش میرینن تو مپ جاده رو خراب میکنن. این داره میاد رد دامه جمع کرد. نیا ایشالله بزن اونجا رو بشکنم پرچی پایین. اونجا شکسته میشه. اینجا رو بشکنید پرچی پایین. چه پرته میشی پایین بشکنید. بالا نمیای که. برو من هنوز زنده ام. خدا فکر کنم اون دیگه افتاده پایین. اینجا که دیگه نیست. خب افتاده پایین پیش رفیقاش. آره هنوز که اینجای دهت داری میشونم سگ جونی. نهی بالا قابل چم. نهی بالا مشکل بالا. نهی بالا گوگل مگولی. خب تفنگ ماینکرافتیمو در میاریم. خدا الان میکشمت. خدا حاجی با گیتارم من داشتم. بذار گیتار میزنی. خدا گیتار اینا خیلی سگ‌تر بود.